با این تغییر ایلوه که فرزند والدینش نگاهبین نکند به جایگاه کشته من راضی هستم. همه مال و اموالی که از فرزند است در مسلمانی هم میگوید که از آن پدر حساب میخورد و پسر از دست گرفته کلان میکند. پسر یا دختر باید در پیری دست پدر و مادر گیرند. فرزندان هستند که پدر و مادرش را نگاهبینی نمیکنند به جوابگری کشیده شوند. برای چی؟ آخه وقتی که پدر مادر وی را میخوراند میپوشاند و اگر پدر و مادر که نگاهبینی نکنه وی البته در نزد قانون باید جوابگر میشوند. خدا هر یک فرزند خودش انصاف دهد. اگر خواهد دستگیری کنند مثلا دار کودکی فکر کنند که مثلا پدر ما چقدر عذاب و مشقت ها کشیدن و کردن بگذار خیر انصاف حقیقتشون میخوام میکنم. ما برای شرط عرض کنم که سود دادیم که ملیسا دادیم که من فرزند من در کنار رونده است من دستگیری نمیکنم. این ایرو عدالت نیست. یک چند عامل دیده میشد اینجا. مثال میگن از جهت دینی خیلی چیه گناه اینا و که بسکیر ما این است که ترکستان دولت دموکراسی است که چه خیلی فراد هم خیلی زندگی میکنه. باید به جوابگری نکشن. باید به جوابگری نکشن. اکنون من راضی هستم با این فکر که به جوابگری کشیده شوند فرزندانی که پدر و مادر رو در سن پیری نگاهبینی نمیکنند. من راضی هستم با این. برای اونکه اون تو 18-20 سال نگاهبینی میکند فرزند را از مشکلات‌های دستگیری میکند که میخواند میپوشاند که چی وقتی در پیری وقتی که اونها چی میشوند دیگر توانی ندارن زندگی رو پیش برند کمک نکنند. چرا کمک نکنند پدر مادر؟ ما بابا خدمت کردیم، زحمت کشیدیم، کار کردیم، خوراندیم، پوشاندیم. امروز مثال میگم که ما حقوق نداریم که بابای گپ زدن یا حقوق نداریم که باید ما را نگاه کنند. من نگاهبین نکنه فرتافته ماند کنیست نه شکایت میکنی. ما به این راضی نیستم. برای چی؟ برای که وضعیت هر فرزند می شود هر خلا. مثلا فرزند می شود کسال. این هم باید به این نوبت گرفته شود که هر یک فرزند در آینده نمیتواند جای کار یافته یا زندگی همو اویلش پیش برده. فکرانی ما همین است. نه راضی نیستم وابسته فرزند مثال فرزندی است که یکم به مورد گرفتار است. یک بعد مثال قابلیتی نداره که پدر و مادرش یکم دست کمک رسونده بتونه و یکم به مورد گرفتار است. مثلا خیلی پدر هیچ وقت پدر نمیتونه که برای ای بالای او شکایت کنه که فرزند ما برای ما پول کار کرده و وردن نمیتونه.